با سلام خدمت دانشجویان محترم. با آموزش نحوه ورود به سیستم آموزشیار و نحوه ریست کردن یا پاک کردن رمز آموزشیار برای اون دانشجویانی که رمز رو فراموش کردن در خدمت شما هستم. برای این منظور ابتدا به سایت دانشگاه آزاد اسلامی قزوین به نشانی qiau.ac.ir مراجعه می‌کنید. از قسمت میز خدمت دانشجویان را انتخاب می‌کنید. در صفحه‌ای که ظاهر میشه سامانه آموزشیار را انتخاب کرده و به این صفحه وارد میشوید. در این قسمت گزینه دانشجو را انتخاب می‌کنید. اینجا شماره دانشجویی و کلمه امنیتی رو وارد می‌کنیم تا به سامانه آموزشیار وارد بشیم. خب دوستان، پس از اینکه شما شماره دانشجویی رو وارد کردید، تایید کردید اون مطالب رو، به این صفحه وارد میشید. در اینجا با وارد کردن نام کاربری که شماره دانشجویی هست و کلمه عبور که پسورد هست میتونید وارد آموزشیار بشید. در صورتی که شماره دانشجو رو وارد کردید و رمز رو وارد کردید و تایید کردید با این خطا مواجه شدید، معنی خطا اینه که یا شماره دانشجو یا رمز عبور شما اشتباه می باشد. اینجاست که باید رمز خودتون رو تغییر بدید. برای این منظور روی گزینه باز شدن قفل رمز و عبور کلیک میکنید. در صفحه‌ای که ظاهر میشه نام کاربری همون شماره دانشجویی خود رو با دقت وارد میکنید و همراه شماره موبایل. در ضمن در نظر داشته باشید شماره موبایل همون شماره موبایلی باید باشه که به نام دانشجو هست و در زمان ثبت نام در آموزشیار برای تشکیل پرونده ثبت شده. با این کار شما وقتی تایید بفرمایید یک دونه کد احراز هویت برای شما پیامک میشه که با وارد کردن اون در مرحله بعد میتونید رمز خودتون رو تغییر بدید. با تشکر از توجه شما.